تاجیکستان سرزمین پرگنج است، ولی بایگری اساسی آن فرزندان با ننگ و ناموس و با فرهنگش می باشد. امام علی رحمان. در طینت و سرشت هر یک طفل نوزاد یک جوهر، یک نابغه نهفته است. درود به سرخاب و پیراهنش، به آن طفلکان بر دامنش، که چون پارسی گوهر افشان کنند، زمین و زمان را زرافشان کنند. تاجیکستان بر حق سرزمینی بهشت آساست. مردمش از ازل از بنیاد بزرگمنیش و آزاده و صاحب خیرتند. آثار گرانبها و پرقیمت، صنعت و هنر والا، گفتار و پیندار نکو و دیگر فضیلت و آیین راستی، نمای خیرت و دانش مردمی آزاده و سرفراز مردمی ماست. ناحیه زرخیز و زرفشان تاجیک آباد با مردم هنرمند و مهنت قرینش در تاجیکستان بهار آغوش و برون از آن شهرت یار است. خاک فیضبار و رده کوههای استوارش در خود هزار اسرار دارد. سرخاب شهرت یار هزار ساله ها با نزاکت و لطافت خاص از میان کوه و دره های گلبیز جاری است و در نظر ترانه عمر ابد را می‌خواند. سرود و آهنگش یک نواخت و شورانگیز و جاودانی است. نقش و آثار مردم گلدست و هنرمند تاجیک آباد سالیان زیاد در قلب فرهنگ و مدنیت و تمدن ملی مردم تاجیک مقام خاص دارد. مردم آسوده و روشن ضمیرش شرف و ناموس وطنداری را برخواه سرنوشت ملت صاحب تمدن می‌دانند و با تلاش و زحمت پیوسته چون فرزندان اصیل این مرز و بوم برای سرسبزی و شکوفایی سرزمین جنتسا پیوسته تلاش می‌ورزند. قصه های لطیف از روزگار صاحب دلان چون دانه های مروارید است، به یک رشته که هم زیبا و نظرربا و هم رخشان و تابانند. برچیدن قصه های جالب و رنگین دور معنی جستن از روزگار صاحب هنران و یاد از ایشان عمل خیر بود. حکایت ما نمونه است از حیات و روزگار، زحمت و ایجاد یک تن هنرمند فاضل و ممتاز که در طول سالیان زیاد با صنعت و هنر آوازخوانی و مهنت صاف و صمیمی بهر سعادت خود و کشور زحمت کشیده، صاحب عزت و آبرو، مقام و بالاخره به مرتبه نکونامی رسیده است. ابراهیم کابلی، حافظ خلقی تاجیکستان، آموزگار شایسته، دارنده آردین دوستی. این نام به تمام افرادی که از صنعت و هنر شهرتیار تاجیک آگاهی دارند آشناست. ابراهیم کابلی با خدمت‌های بی‌نظیر و شایسته‌اش در رشد و نموی فرهنگ مملکت نقشی برجسته دارد.
سهمی ارزنده ابراهیم کابلی در خزینه صنعت ملی نهایت بارز است. صحیفه های حیاتش عبرت بخشند و روزگارش پندآمیز و شایسته تحسین. حیاتش داستان است پر از جلا و رنگ در راه صنعت، در راه ایجاد و هنر. اما این همه بردباری، شرف و مقام بلند در راه پرشیب و فراز هنر او را چگونه به دست آمد؟ راهنمایش کی بود؟ چرا نسبش کابلی است؟ ما سعی میکنیم که با این سوالها جواب جوییم، اما با نوبت. چون عنعنه نیک و سنت دیرین نخست با فرزند هنرمند صلاح الدین کابلی صحبت آراستیم. او نیز چون پدر در راه صنعت و هنر راهی پدر انتخاب کرد. پدر در همه حالت نمای خیرتی، پاکی، هنر و راهنمای اصیلی بود برای ما. اظهار می دارد صلاح الدین کابلی. همراه پدر و برادران هر بگاه می نشستیم، صحبت می کردیم. این البته در دوری نهایت خردسالی من بود. بعد بسیارتر پدر وقتی که ما رو دعوت می کرد می گفت که سرود بخونید، یک تا همراه برادران سرود می خواندیم، بسیارتر به من توجه می کرد. همه خیلی آهسته ما دعای پدر را گرفتیم و در راه صنعت رفتیم. ابتدای عصر 20 سال 1924 انقلاب اکتبر، ایام درگیری ها، قحطی و گرسنگی، سرگردانی و بنیاد جامعه نو، ایام طفلی و نورسی ابراهیم کابلی محض به همین ایام پرآشوب راست می آید. دهه‌ای که ابراهیم در آن به دنیا آمده است کیچکزی نام داشت. پدر ابراهیم دهقانی عادی اما نفری با خط و ثبات تا اندازه‌ای به صنعت موسیقی و ادبیات رغبتی داشت. انا همین تربیت درست قبلگاه بود که فرزندان همگی خط و ثبات آموخته به صنعت و ادبیات دیل بستند. آن ایام عائله آنها امثال دیگران زندگی دشواری را پس سر می کرد. مادرش چون دیگر زنان کهمنظر اصلا جای کار نمی کرد و به تربیت فرزندان بند بود. خاندان تاجیک را بی تبلک و دف و دوتار نمی توان تصور کرد. مردم تاجیک از بنیاد صنعت و هنری بلند دارد. آن را دوست می دارد. فضیلت و آداب قبلگاه، صدای گوشنواز و مرغولت‌دار برادر پود ابراهیم نورس را از خردی به طغیان آورد. از خردی به ادبیات و صنعت و هنر دیل بست. هنوز در ایام نورسی گیراب و هنری نوازندگی در دهه و برون از آن معروف گردید. برادری داشتم با نام باران. بعدها قید میکند ابراهیم کابلی. باران در حقیقت بارانی بود که
سبزه و گلهای شوق و ذوق سرودخانه مرا آب میداد. باران صدای خوب داشت و در توی معرکه های مردم سرود میخواند. او اشعار احمد جامی را پره از یاد میدانست. بعد خواندن چند سرود نوبت را به من میداد. انا همین طور اولین استاد من برادر عزیزم بود که در راه پرشیب و فراز هنر مرا راهنما شد. باران در عین کمالات از دنیا گذشت. جوان مرگ شد. مرگ برادر در حیات ابراهیم تبدلاتی وارد کرد. به خاطر ادامه هنری برادر جوان مرگش او پیشه آوازخوانی را اختیار کرد. در سن 7-8 سالگی برادرم نامش باران کابلیو حافظی مشهور بود. همون نزدی همون در شیشته های حافظی میکرد و آدم ها مهمان ها خانه در می آمدن و حافظی میکرد. بعد همه آدم ها مهمان ها میگفتند که اکنون نوبت ابراهیم و من یک او دیتارچه های میده یافته بود داده بود. همون دیتارچه میده قطعی من هم از همون غزل هایی که همون برادرم میخوند همون من هم مشق کردم و هم سین 8 سالگی که همین قشلاق دست این همین وای نبود همون مهمانی همون قشلاق ها همون چی همون قشلاق خونده من حافظ من بودم. این همین قطعی از سین 12 و 13 سالگی همسایه قشلاق خونده هم مهمان میشید یا یگان معرکه میشید توی میشید من میبردند. آن ایام صفای کجبیدی با گروغلی سرای خیلی شهرت داشت. هر یک ساکن کوهمنظر سعی میکرد تا صفای کجبیدی با شاگردش رجب توی و سوری آنها را گرم دارد. صفای گلوغلی سرا ابراهیم جوان را با خود گرفت. در توی و مرکه های مردم چون شیر و شکر اولی بند گروغلی میخواند و دومی غزلی از فرزانگان شعری پارسی. همین طور ابراهیم هنوز از خردی پای بر جاده هنر ماند و در راه صنعت و هنر تا واپسین نفس زحمت کشید و دور
دان و زنان و بچه های نورس بودند. هر کدامی در فراق پدر و پسر، برادر و جوان مردان تاجیک که در خط پیش جبهه جنگ بودند چون شمع می سوختند. در لحظه های فارغ از کاری میان شکن، ابراهیم با خواهش مردمی غمزده و کار کشته به دوتار ناخون می زد. می روی از نظرم، یادت کنم یا نکنم، یادت کنم یا نکنم. این دلی غم زده را شادش کنم یا نکنم، شادش کنم یا نکنم. این دلی غم زده را غم زدگان میدانند یاری. این رفیق کهنه را یادش کنم یا نکنم، یادش کنم یا نکنم. در پایتخت تاجیکستان شوروی که آن زمان استالینابادش می‌خواندند، آزمون صنعتکاران هوسکار برگزار گردید. از ولایت غرم ابراهیم جوان در آن دعوت گردیدند. چرابینی مذکور در باغ مرکزی پایتخت صورت گرفت. قبل از آزمون حافظان زیاد از منطقه های دور و نزدیک از سنجش گذشتند. ابراهیم جوان نیز با هیجان زیاد روی صحنه آمد. الکه سن 16 سالگی همین از طرف همین دولت ولایت بود در غرم رفتن، همون من آوردن همین سن 16 سالگی. همینجا حافظی کردم. یک وقتی بود که همین یک چند روز گذشته بود که یک فیراد کردن که همین کسا همین بچه را با آبکم بگیره بیه بای غرمه. بعد من همون وقتا نه رای ماشین بود، هیچی نبود. سالی 44 وقتی جنگ بود. بعد یک اشتر قطی من سوار کردن بیره همون پشتا قطی با مرکز ولایت آوردن. اداره همون آبکم در آوردن. بعد درمدن گفتن که همون بچه را آوردیم. بعد من بردن در همونجا گفتن که گب همی تو دوشنبه میرای. گفتم من دوشنبه کجا میرم؟ نمیرم دوشنبه. نه گفتن میرای. بعد همینجا یک دو بچه دیگر از خود همه ریان جرگتال از سوگات همونجا اکاو دادر بودن، حسن و حسین و یور هم آوردن. بعد همونجا آمدیم آوردن محمی ریسپوبلیکان دا. بعد همونجا 6 تن همی جوری باریم، 6 تن همون حافظی کردیم. من همون وقت همی راست دیگه که همی کتاب‌های کهنه و همه چیزا که کس میدونستیم میترسیدیم. جوانی که بدم همی تا فکر کردم که همی وقت همه چیزهای کتاب‌های کهنه گرفتگی را اگر خونیم مبادا من یگان گپ یگان چی کنن گناهگار کنن. گفته همین غزل احمد جامی که از همون رحمتی اکم یاد گرفته بودم. سرخ پوشیدی به قتل من خرامان ای تو گل، جلوه گل رفتار گل اطراف زلفانی تو گل،
همین را خواندم و آخرش بود که نام احمد جامی بود. همین نام احمد جامی را نگفتم، برای همین که یکی مبادا بگن که کتابای کار نمیخونه من را یگان عیبدار کنن. همین نام احمد جامی را نگفتم، همین غزل خواندم، همین را قبول کردن، در جوری گرفتن. من همین را تیار کن، من چی با میخوانی همینه کنسرت باغ ده میشود. همه وقتا همه عبدالسلام رحیموف گفتگی حال همه ریسپوبلیک همین کس برنده بوده است. من دوره جوانی آدمی بسیار آدمی با معرفت. بعد همین باغ ده بردن، همین کنسرت همونجا شده. بعد همین عبدالسلام رحیموف بر من اعلان کرد شعری احمد جامی سرخ پوشیدی به قتل من خرامان ای تگل گفته. من همونجا آفرین گفتم، این من نام اینا نگفتم، نام کتابش نگفتم، این دانست که این غزل احمد جامی است. بعد همونجا در همون باغ همون غزل احمد جامی را خواندم. همین گویا که من از همون سال سر شد. هر سال دیگر سال یک بار یا دو بار همین از نظر گذرانی هوسکارانی همی ریان ها و چیاده میشد سردار شدم می اومدم ولایت بدم. وقتا میوردن من را ولایت بود، میگفتن نه همه آدم ها در اختیار تو، همه ها قطعی میروی جا یک میگیری گشتن میای. غزل بر متن احمد جامی و صدای گیرای ابراهیم همگان را مفتون کرد. او را گشته و برگشته به صحنه دعوت کردند. مکافات پولی آزمون نیز نصیب ابراهیم کابلی گشت. ابراهیم جوان در نخستین سفرش تخت میان اهل فضل و صنعتکاران تاجیک و دوستان زیاد پیدا کرد. ابراهیم جوان در نخستین سفرش به پایتخت میان اهل فضل و صنعتکاران تاجیک دوستان زیاد پیدا کرد. شاعر شیرین کلام و محبوب سیدعلی ولی زاده از زمره آنهاست که به ابراهیم هوسکار در جاده صنعت فاتحه نیک داد. سخن از باب زیایی یا از گروه جامعه که آنها را اهل زیا میگویند میرود. بعضا چنین عقیده ها دچار می شود که گویا زیاییان اساساً و بیشتر یا کاملا تنها در شهرها زندگانی میکنند. به نظر من از خودی تعلیمات استاد عینی یک فکری به میان میآید که اهل زیا همیشه در دهات نیز بودند و فرهنگ، معارف، معرفت، اخلاق و آداب و مدنیت دهات را محض زیاییان دهات به دوش خود میبرداشتند. همین گونه یک شخصیت بزرگ در عالم فرهنگ موسیقی این استاد ابراهیم کابلیف بود که با عقیده من، با فکر من و بیشبه یکی از بزرگترین نمایندگان زیاییان دهات تاجیکستان به شمار می رفت. او معلم، مغنی، خونیاگر، مطرب، یک شخصیت خیلی خاکسار و همیشه خود را در دهات چه در پایتخت چه در شهرهای دیگر در خدمت مردم احساس میکرد. پس از انقلاب اکتبر و پس از به حیث پایتخت اعلان شدن دوشنبه بیشتر حافظان و هنرمندان از دیگر شهرها از دیگر منطقه ها به شهر دوشنبه جمع آمده بودند و تنها در سالهای 40 پس از آمدن استاد اکاشریف جورایف و دعوت استاد اکاشریف جورایف و صنعت ملی تاجیکی مردم کوهستان در شهر دوشنبه جمع آوری شد که یکی از سیماهای قوی همین نماینده صنعت تاجیکی از منطقه های دوردست کوهستان استاد ابراهیم کابلی بودند که در پیشرفت و تکامل صنعت ملی تاجیکی خیلی نقش قوی داشتند. پیروی مستقیم سنت حافظی که از حاجی عبدالعزیز سمرقندی، از اکاشریف، از نزدیکترین نماینده هایی که در تاریخ موسیقی ما بودند، ادامه بیوسته همان مکتب است که در این مکتب
همه این ژانرهای غنایی ادبیات ما کار خوردند و متنهای با همان آهنگ باقی ماندند و در هوای آنها مناسب به آنها باز از همان ژانرها باز تصنیفات تازه ساختند. هر یکی از حافظانی که تازه به عرصه هنر قدم نهادند. هم استعدادی بلندی یعنی که کارکردی آهنگ رو داشت و استعدادی بلندی معنی غزل رو داشت. از اینجاست که تمام غزل ها و مخمس ها و مسدس ها و دیگر چیزایی که قطعه هایی که ابراهیم کابلی سراییده است خودش ایجاد کرده است. از آهنگ های خلقی گرفته خودش جمع کرده یک آهنگ خوبی یعنی که مرکبی رو به غزل تابع کرده به مردم پیشکش کرده توانستند که این استعداد رو هر یک سراینده ندارد. ابراهیم کابلی صوت و ساز دوتار را نهایت دوست می داشت. دوتار نواز چیره دستی بود. ساز دستش را کلته دوتار می نامید. با مرور زمان چون هنرش صیقل یافت و آوازش نیز گیراب و جذاب‌تر گشت، درک کرد که ساز سیتار به طبع و ذوقش موافق‌تر است. اصلاً به ساز سحرآفرین و خوش صدا دل بستن ابراهیم نیز سبب دارد. دیدار و آشنایی با حافظ معروف زمان اکا شریف جریف به آن باعث گردید. اکا شریف جریف آن ایام نهایت شهرتی بلند داشت
خدش از راز گشتنش برگی کرم چیندنش ابرو را خوابوندنش انها را آوردم جان انها را آوردم انها جان اناری. بعضی وقتا هم صحبت میکردیم در باره رفتن هنرمندان تاجیکستان در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو نقل میکردن. اون زمان ها همراه استاد شادروان اکاشریف جورایف، استاد شادروان عبدالله نظری و چند دیگران نامبر میکردن که قطعی اینها همکاری داشتیم، قطعی اینها سفرهای هنری زیاد کردیم. در 2 دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو اشتراک کردن. هر یه حرف را چه جا با جا میگه با امو پرده اسباب با جا کرده آواز کشاید و گلو میگیم. این گلو پوزیسیون های است که پایان است، میانه است و بالا است. در کسبی میگن که آواز بلند مردانه، میانه مردانه، آواز پایان مردانه. پایان مردانه این بس است، بریتان است و تنور است. آواز مردابه. این شخص این آوازها را هم از نوع کسبی اروپایی و هم تاجیکی خلقی از خود کردگی بود. ابراهیم کابلی مهنت حلال می کرد. به قول نانش را از پیشه پرشرفی آموزگاری می خورد. کم نی 36 سال در مکتب میانه دهه نوشار آموزگار بود. شیرینی و سعادت حیات و نشأه ایجاد را با جمعی آموزگاران و استادان همین مکتب چشیده و کمال یافت. آهنگ مرغوب ابراهیم کابلی به شعر نیمت شریف معلم محصول همان ایام است که سال 1953 در رادیوی تاجیکستان ثبت گشته تا امروز در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظ است. اگر 100 ساله گردم هم فراموشش نخواهم کرد، همان شخص عزیزی را که رخشان پیش راهم کرد. وقتی که ما در وقت ثبت کردن مانع میشدیم، من میکردم ایمانه سرود و خودش را گم نمیکرد. رحمت میگفت که بایلش من گفتم که اگر همیشه ممکن باشد 1-2 بلبل شود. از انا همیشه شعر گیرید، از همیشه آهنگ ما دهان قطعی اما آهنگی که میگفتم، اما آهنگی که پیدا میشد میگفتم همونجا میگرفت. یک چند مصرع قفا میرفت سر میکرد و به همون جای در کار من میچسبوندیم. باز او وقت با کامپیوتر نبود، بسیار ما میچسبوندیم با یک دیگر همون چیزها را. بسیار دشوار بود، کار ما آسان میکرد. وقتی که حافظ با رژیسور ثبت آواز یا کارگردانی آواز همراه میشه، هم فکری میشود، بسیار هم برای گوش کننده، هم تماشابین، هم شخصیتی که با همین کارها سر کار دارد آسان میشود و آسان میگردد در وقت کار به سر چسباندن چیزی فوند طلایی. ابراهیم کابلی چون آموزگاری اصیل از تجربه روزگار با خیرت و دانش و پیندار و افکار نجیبش از خردترین جزئیات حیات معنی‌های نهان می‌جست. دل پاکیزه و مهربار در قفس سینه‌اش می‌تپید و جان پاک و عاشق و پر از مهر در وجودش خانه داشت. زحمت‌ها ثمر دادند، چرا که مهنتی با ثمر را حاصلش پیروزی هاست گفتند. سال 1960 ابراهیم کابلی با عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان شرفیاب گشت و دیری نگذشته خود همان سال عنوان علاچی معارف خلق جمهوری تاجیکستان را سزاوار گردید. ثانیاً همچون نماینده آموزگاران ناحیه در انجمن معلمان مملکت شرکت ورزید. همچون استاد، همچون پداگوگ، همچون آموزگار یک بسیار خصلت خوب و انسانی و بلند انسانی داشتند که برای تصویر اون قلم عاجزی میکند و اون خاطر بسیار شخصی مهربان بودند و در هر یک سخنشان شعر بود،
پند بزرگان بود و اونقدر شعر زیادی میدونستند، اونقدر سخنهای بلندی ادیبان و عالمان گذشته‌مان را میدونستند که کس در حیرت میماند و همه وقت کوشش میکردند که هر یک خواننده که در درس اشتراک دارد از او چیزی برای خود بگیرد. استاد بودند. استاد ابراهیم کابلی واقعا استاد ادبیات بودند. این حرف تعارفی نیست، چون که 52 سال در مکتب میانه به شاگردان از فن ادبیات درس دادند و شما هم میدانید که تعلیم ادبیات در آن زمان در مکتب‌های ما بسیار مفصل و سنجیده عملی میشد و بهترین نمونه‌های شعر ادبیات کلاسیکی و معاصر ما معرفی میشدند. نه تنها در صنعت امروزه تاجیک، در پیشرفتی صنعت هنری تاجیک و مخصوصا صنعت هنری که در داخل کوهستان نگاه داشته شده است نقش قوی داشتند. به غیر از این مکتب انسانگرایی، مکتب پداگوژی، مکتب آموزگاری خودشان را هم داشتند که شاگردان خیلی زیادی را تربیت کردند و امروز خوشبختانه بیشتر شاگردان او در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی منطقه‌های گوناگون کشورمان فعالیت کرده ایستادند. گفتا از ماهی تابان بپرس، گفتمش نامی تو گفتا از ماهی تابان بپرس، گفتمش نامی لبد گفت این حدیث از جان بپرس، گفتمش نامی لبد گفت این حدیث از جان بپرس، گفتمش بار نشان زان دهان به ما بگوی، گفتمش بار نشان زان دهان به ما بگوی، زیر لب خندان شده گفت از گلی خندان بپرس، زیر لب خندان شده گفت از گلی خندان بپرس. گفتمش بر سینه رشم هزاران زخمی کیست، گفت دو باغم زم یعنی کی از پیکان بپرس، گفت دو باغم زم یعنی کی از پیکان بپرس، گفتمش در غارتی جان ها دلم برده ز دست، گفتمش در غارتی جان ها دلم برده ز دست، گفت اگر خواهی نشانی آن ز ترکستان بپرس، گفت اگر خواهی نشانی آن ز ترکستان بپرس، گفتمش پی برچ در سری زلفت کمال، گفتمش پی برچ در سری زلفت کمال، گفت با بادی سبا شاهراهی هندوستان بپرس، گفت با بادی سبا شاهراهی هندوستان بپرس. سال 1964 ابراهیم کابلی بار دوم عازم مسکو شد. این نوبت او در جشن 40 سالگی تاجیکستان در پایتخت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شرکت. ابراهیم کابلی در صحنه باشکوه یکه برآمد کرد. بعدی بازگشت به تاجیکستان برای اشتراک فعالانش در جشنواره مذکور با افتخارنامه شورای عالی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سرفراز گردید. نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی دلبسته سرود و آهنگ و آواز ابراهیم کابلی بود. سرودهایش را می پسندید. ضمن یک سفرش به تاجیک آباد ادیبی معروف بعد فارغ از هنرنمایی ابراهیم کابلی اظهار داشت: من در حیاتم چنین حافظ خوش آواز را ندیدم.
ذوق و حافظه‌اش خیلی بلند و در انتخاب شعر و ایجاد آهنگ هم خیلی ممتاز است. نه هر کس طاقت کرده میتواند در نزد میکروفونی که زنده است نوشته می شود از طرف کارگردانی آواز بسیار سختگیری ها به وجود می بیاید. این چی است؟ تصور کنید که اسکریپاچ می نوازد در بیرون، حافظ در درون، در گلو، در زبان، دندان، لب، معینه سر همه را اختراع کرده و شاعر است باز.
آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکایک بشوند. این ملکی جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. افسوس که گل رخان کفن پوشیدند، با ناله و آه از خاطر یک دیگر فراموش شدند، گشتند فنا. آنان که بس از زبان سخن می گفتند، از علم و فنون آیا چه شنیدند؟ شدند رفتند پناه. انا همین گونه شخصیت بودند که نوری معرفت، معنی های شعر کلاسیکی، عموما معرفت خلق تاجیک رو با زبان موسیقی پرواز می در آوردند و صدها آهنگ های رو بر اشعار کلاسیکی ایجاد کرده بودند. کابلی به متن شاعران معاصر ما هم بسیار سرودها بستند که از یادآوری شد از استاد میرزا ترسانزاده، باقی رحیمزاده، عبدالسلام دیهاتی و چندین نفر معاصر ما سرود ساختند که ترکیب این شعرها که یک تازگی و نوی داشت، از شعر نو منشأ می گرفت، در این سرودها به تاثیر نیست. یعنی توانستند که اون سنت های موسیقی کلاسیکی رو با شعر نو، شعر زمان نوین آمیزش بدهند. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامتی تو، چشمی تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. رفته از زنهای پیری، ده کردم جز
جستجو رفت با سنگی داری تو نمودم گفتگو بودم رفت هر یک جنبشی شاخی درخت با گیاه و سبزه های دشت گشتم رو برو رود می گفتم که او آبی مرا نوشیده بود کوه می گفتم که در
جشن خواندم که متنش چنین بود: ای جورایی دتاری دتارت سری دست، نظر به دتارت کن دتارت بیشکست. ای دتاری دتارت سری دست، ای جورایی دتاری دتارت سری دست، نظر به دتارت کن دتارت بیشکست، نظر به دتارت کن دتارت بیشکست. من پولی دتارت میدهم بوسه مست، من پولی دتارت میدهم بوسه مست، ای جورایی جان بیا به فریادم برس، ای جورایی جان بیا به فریادم برس. هر یک آفریده طبیعتی پر اسرار معنا و حکمت و جوهری دارد و هماهنگی کامل میان موجودات عالم و قانونهای حاکم بر آنها موجود است. نظام طبیعتی پر اسرار به آن گونه است که افراد صاحب خیرت با زحمت و خیرت و عقل و هوشش می تواند این همه مرحله های تکامل معنوی و اخلاقی را پشت سر و درک این همه اسرار را معما کند. تنها انسانی شریف و سازنده، دلباخته و عاشق، خودشناس و وطن دوست با اراده متین قادر است در کنار این همه زیبایی دنیای نو ایجاد نماید. مهمترین عملی که هنروری ممتاز در حیاتش انجام داده است مکتب و سبک بی‌نظیر آوازخوانی است که چون کاخ محتشم صنعت و هنر پاینده و پایبرجاست. بیشتر غزل خواندند، ولی در شمار سروده هایشان مثنوی هم هست. البته اون پندنامه هایی که از عطار مولوی خواندند قسما به مثنوی ربط دارند و مخمس هم هستند از سروده هایی که در رپرتوار استاد ابراهیم کابلی میبینیم، چون که مخمس و عموما مصمتات یکی از ژانرهای مهمی ادبیات غنایی ما می باشد که جنبه موسیقایی بسیار قوی دارد و متن سرود انتخاب می شود. مکتب ابراهیم کوبلیف همین گونه یک نمونه بزرگ است که هر یک آهنگی که ابراهیم کوبلیف آفریده بود نمونه خیلی عالی تناسب پیوندی و هماهنگی شعر و موسیقی به شمار می رود. سبک ابراهیم کوبلی مکتبی مخصوص موسیقی. مکتب‌های موسیقی باید که موسیقی‌های استادро یعنی که طی ادوار موسیقی به نوتا بگیرند. با آوازی فراخ، آزاد و خیلی خوب سرودخوانی میکردند و آهنگ‌های خیلی زیادی داشتند که خاص خودی اون استاد ابراهیم کابلی بودند و مقبول همه، نه تنها یک منطقه بلکه برای همه مردمی فارسی زبان و تاجیکان سروده میشدند و مخصوصا سرودهای ای شوخی، ای بچه دوتاری، ای شوخ سری زلفی ترا تاب کی داده است. با دانش‌های بزرگ رفتار میکردند، یعنی شعرشناس بودند. پس آن وقتی که شعر رو انتخاب میکردند ضرورت به میان میآمد که هم وزن شعر هم همون آهنگ نهانی که در هر یک غزل کلاسیکی ما گویا موجود است همون آهنگ رو پیدا کردند. یعنی همون آهنگ رو از قبطی، از بین مصرع‌ها، از بین سطرها، از بین کلمه‌ها پیدا کرده سرودن بود. برای این البته وزن عروض رو دانستند، علم عروض رو دانستند و علم موسیقی رو دانستند. ضرور بود که ابراهیم کوبلیف از این علم‌ها خیلی هم زیاد و خیلی هم با الهام بهره‌مند بودند. سبک ابراهیم کابلی سبک خاص و ناتکرار است. سروده های او
روزنه‌ای را می‌ماند به سوی عرفان و معرفت و خودشناسی. هنر خوانندگی یک طرف، معرفت و شناخت کامل سروده ها طرف دیگر است که خبر از آگاه و بیدار بودن این فرد فاضل و فرزانه می‌دهد. سروده های ابراهیم کابلی مثال بازیافت گران ارزش انطقی است که باید حفظ گردد و ایمن ماند. به قول شاعر میرزا محمد میرزا هادی، هنرور خوش‌ذوق، همرنگی و موافقت کامل میان شعر و آهنگ ایجاد کرده است که در حال حاضر خیلی نادر است. ابراهیم کابلی مکتب هنری پایه‌گذار صنعت موسیقی کوهستان تاجیک اکا شریف جولیف را گذشته از دردانه‌های صنعت اصیل خلق تاجیک 6 مقام بار معنی برداشت و در باغ صنعت تاجیک مکتب خاصه خود را بنیاد کرد. در آمیزش با ژانرهای مختلف صنعت بی‌نظیر تاجیکان را به عالمیان معرفی نمود. با سبک و اسلوب خاص سرایندگی، آواز شیوای و دلفریبش به صنعت آوازخوانی تاجیک پایه‌های نو گذاشت. امروزها صدها تن از شاگردان و پیوندان با سبک ابراهیم کابلی سرود می‌خوانند. تماشای جمالت دیده‌ای بی ناغلط، بی تو در بزم محبت عشرتی دنیا غلط. بی وفای دادیارا خوش ادای تو شدم، خوب رویان را ازای نازی استیم ناغلط، خوب رویان را سزای نازی استیم ناغلط. سبک ابراهیم کابلیف گفتم ممکن است که در یگان منطقه دیگر تاجیکستان دچار نمی شود. وقتی که با طرز آهنگبندی، سبک اجرا، اسلوب نوازش ساز و عموما لحن شیرین ابراهیم کابلیف با دقت اگر نظر افکنیم میبینیم که سبک او نادر است، ناتکرار است و اندکی شاید با سبک عبدالله نظریف نزدیک است، اندکی که اکا شریف جولیف نزدیک است، لیکن در مجموع اسلوب سرایندگی ابراهیم کابلیف اسلوب نادر است و سبکی به خود خاص دارد و باز تکرار میکنم این ادامه آن همون مکتب سرایندگی رشت و درواز به شمار می رود. رباعیات هم هست، خصوصا با استفاده از عنعنه‌های مردمی که رباعی سرای خیلی اوج داشت و نعت‌هایی که استاد ابراهیم کابلی می سرودند و در بین مردم شهرت فوق‌العاده داشت و خیلی ها آنها را از یاد می دانستند، به صورت مثنوی هستند. یعنی ما مستضاد، خصوصا مستضاد خودش یک چیزی هست بینابین، تصنیفی هم موسیقی است، هم تصنیفی متن موسیقی است و هم ژانری ادبیات غنایی. با غزل و با مخمس‌ها و با قطعه‌ها و با نعت‌های سر کار داشت که اونها یکم که غایه تربیوی داشتند، مضمونی بلند داشتند که انسان را تربیه کرده میتوانستند همین مکتب رو راست گپ ادامه داد و تا آخر رسونده توانست. اصلا سرودهای عرفانی خیلی زیاد و نعتخوانی‌های خیلی زیادی داشتند که در تربیه مردم سهم خیلی قوی گذاشتند، مخصوصا از ایجادیات هم استاد رودکی، هم از ایجادیات حافظ سعدی و از ایجادیات شمس تبریزی، از عبدالرحمن جامی و تا سرودهای مثلا شاعران معاصر تاجیک، استاد میرزا ترسنزاده، باقی رحیم‌زاده هم سرودهای خیلی خوبی با آواهای خاصی خودشان تهیه کرده بودند، پیشنهاد کرده بودند که مقبول همه مردم تاجیکستان بودند.
چو بلبل در بهاریده خزان تاجیکستانم سرودی شوق دارم در دیش باغ و چمن دارم سرودی شوق دارم در دیش باغ و چمن دارم اسلوب ابراهیم کابلی همین گونه بود که او آواز رو پیش میگذاشت. شعر، آهنگ، آواز و معنی در مد اول قرار میگرفتند و با سازش با پنجتارش تنها چیزی که در علم موسیقی شناسی میگن تکنوازی میکرد، یعنی اکامپانیمنت میکرد، هم‌آوازی میکرد. ابراهیم کابلی، حافظ خلقی، حیات و روزگار و آفریده هایش همه چون گوهری تابان زیبایند و رخشان. ابراهیم کابلی از ابتدای سالهای 40 راه خود را با صنعت و هنر مردمی آغاز بخشید و تا نقطه نهایی عمرش این مسیر را ادامه داد. او در دوامی انقریب 60 سال فعالیت ایجاد و هنرش به میراث و عنعنه قدیمی دیدی نو و معاصی را با سبک خاصه ملی تشکل داد. برای خدمت‌های شایسته در رشد و فرهنگ جمهوری سهمی بزرگ شخصی در خزینه صنعت ملی و مهارت بلند اجرا کنندگی، ابراهیم کابلی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 24 اوگوست سال 1999 با آردن دوستی سرافراز گردید. آهنگساز نادر و گفتن جایز است که یکی از رسالت آهنگسازها، یکی از رسالت مغنی کوهستان، چخیلی گفتیم همون یکی از نمایندگان بزرگترین زیایان کوهستان در آن بود که از قعر عصرها بزرگترین پدیده های معرفت را به صدا درآورند، به آهنگ درآورند. این دردانه های موسیقی ما که مثل همان گنج پریشان هنوز در ضمیرها، در یادها باقی ماندند و خوشبختانه بسیاری از این حافظان ما فرزندان رشید و آگاه و خوبی دارند که این دردانه ها را به صورت ثبت های گوناگون حفظ کردند. مثلا از استاد ابراهیم کابلی فرزندانشان خب سلام الدین و دیگر فرزندانشان هم اون ساز پدر رو به زمین نگذاشتند، هنر پدر رو ادامه میدهند. این موسیقی ها جمع آوری شوند. بیشتر نعت‌هایی رو انتخاب میکردند که در برابر خصوصیت های مثلا عرفانی داشتنشان، خصوصیت های تربیوی دنیوی هم خیلی زیادی داشتند. برای تربیه کردن شخص، برای تربیه کردن انسان ها در این دنیا، شخصی کامل شدن اونها بسیار نقش خوب می‌داشتند. ابراهیم کابلی توانست که هم آموزگار، هم استاد، هم هنرمند باشد و هم در ساحه صنعت نقطه کلیدی گردد. او در تاریخ صنعت مردم تاجیک مقام خویش دریافت و امروز و فردا و روزهای دیگر عزیز است و کامگار. کابلی تا امروز عزیزی همگان است. حیات این مرد فاضل و نیکنام نمونه عبرت و شایسته تحسین است. سخندان و سخنور فرهنگ دوست در همه حالت توانست هنرش را صیقل دهد و در دل مردم جای بگیرد. تلاشش برای حیات و هنر و معرفت، تحمل و اراده قویش داستان مرد حقیقی است و این داستان چون دیگر آثار بی‌بهای نیاگان عزیز است و جاویدان. سرشتی که نکویی و محبت در آن به هم نآید هنرمند واقعی شد. به فضیلت نکو و رسالت انسان خودشناس همان است که حیات و روزگارش را برای مردم
برای وطن عزیز ببخشد، در خدمت خلق و وطن باشد، از گذشته پر افتخار و اصل خیش سبق اندازد، اصل خیش بجوید، خود را بشناسد. هنر و ایجاد و زحمت پرثمر ابراهیم کابلی برای نسل نورس و جوانان یک سبق زندگی است، زیرا کار و پیکار بهترین ارزش زندگانی و بهترین فضیلت انسانی بود. تنج آسوده حال زندگی کنند، وطن آباد، صلح همیشه پایدار باشد و هر کس صلح دوست می دارد، وطنش دوست می دارد. هر کسی که وطنش صلح دوست می دارد از گوشه ایمان است، وطن دوست داری. بنابر سبب من هم صلح دوست می دارم، وطن دوست می دارم. آن کسی که مثال با وطنش با خلقش صلح آورد، او را هم دوست می داریم. در گوهر طاعتت نسوفتم هرگز، گردی گناه از چهره نرفتم هرگز. ناامید نیم ز بارگاه کرمت، زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز. چون حاصل آدمی در این دیر دو در، جز خون دل و دادن جان است دیگر.